ببین کجا کار خوب کردی که این ویدیو اومد جلوی چشمت. این پیام خداوند برای تو. فرزندم، ای عزیزترینم، در گذشته خیلی دعا کردی و گاهی هم اشک از چشمت جاری شد. نگران نباش. من صدای تو را شنیدم و اشکهای تو را دیدم. معجزه‌ای در حال نزدیک شدن به توست. قوی بمان و با شکوه ادامه بده. من همیشه با تو هستم. یک نفس عمیق بکش و به این فکر کن: اگر همه چیز درست شود، زندگیت و خودت چطور به نظر می رسید؟ حالا لبخند بزن، چون واقعا همینطور خواهد شد. اگر الان در مکان یا زمان درستی نیستی، اگر ناراحتی، مضطربی یا ترسیدی، چشمهایت را ببند و به صدای من گوش بده. برای تو راه تازه‌ای می سازم. آرام باش و بدان من خدا هستم. یک روز همه چیز برای تو معنا پیدا خواهد کرد و حکمت همه اتفاقات را میفهمی. تو هیچ وقت متوجه نخواهی شد که از چه چیزهایی و در مقابل چه آدمهایی از تو محافظت کردم. چه بلاهایی را بدون اینکه بدانی و بفهمی از تو و عزیزانت دور کردم، چون تو همیشه تحت حمایت من بودی. ایمان و اعتمادت را به نقشه های من از دست نده. در زمان بندی بی‌نقص خودم همه چیز را برای تو درست میکنم. برکت‌های بی پایان در راه توست. فقط به من اعتماد کن. این پیام رو برای 3 نفر از عزیزانت ارسال کن و با احساس عالی بگو: خدایا شکرت.